یک آواز میشنوم. کسی نیست. بیا میرویم. دریا مرا با جای گفتم ببر. سپس به همش اقرار میشوم. چیزی که از من نخواهی. من راضیم که تا آخرین نفس در کنج زندان پوسیده روم. یعنی چی خیلی؟ نشنیدی مگر میگویم اقرار میشوم. بیانات مینویسم که گناهکارم. مرا به محبس میکشند. بگیر. نویس. چیزی که خواهی نویس. من امضا میگذارم. زودتر. نمی نویسی؟ مایلش خدا می نویسم. من یوز چی خواستنم رو فهمیدم. نمیدونم چرا این کارو میکنم. مایلت هر کجای خواهی تو رو میبرم. هرچی بادا باد. با من باور کن. باری آخر. مگر در دنیا دیگر مرد نبود که به تو عاشق شدم. تو گناه نداری. به همش خودم گناهگارم. صبح براه میبرویم. ایلیم یگان خبر هست؟ در خونه‌اش نیست. گفتگو رو دوام داده ایستادیم. تلفنش رو یافتند. من زنگای آخری او رو خبر میگیرم. انیق با او چی حادثه شد؟ میدونی او چی گفت به من؟ گفت که در خانه کلان میترسم نزد آیم. همین گپ رو گفت و تلفنش خاموش شد. انیق با او چی حادثه شد ایلیم؟ خواطر نشو، او رو میابیم. اکای مجاهد هم اینجا نیست. با او حادثه روی ندهد. ما در کوه پشتیم. مگر مجاهد نباشد ما اینجاییم. من از پس این کار میشوم. خواطر نشو. فهمو؟ تشکر. الو، همش آماده است؟ کشتی چی؟ عالی. ما 1-2 ساعت پس آماده میشویم. خوب. جانم، اروپا را دوست می‌داری؟ ما در آنجا خوب زندگی خواهیم کرد. دهانا رو کشو. دهانا رو کشو. چی گفتی؟ نفهمیدم. دهانا رو کشو. من با تو توف کردم. مرا سرده. سرده.
خانم لیندا، گوش میکنم. جناب طریق آمدند. گوی دروید. شما بند هستید؟ مرحمت طریق نشین. چی شد رنگ رویت پریده است؟ یوز. یوز؟ خیر؟ یعنی